اسلامی که در قرآن و سنت در مدینه منوره بود، دو پیشگونی اعتراض کردن نمیدن. برای نصرانی پیشگونی اعتراض، برای یهود پیشگونی اعتراض. مدرس عقیده در قرآن و سنت، اکثرا کتابا را که خواندیم و شما بخوانید، عقیده در قرآن و سنت در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در عصر صحابه فرق میکنه با خواندن عقیده بعد از او. 3 قرن اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شهادت داده، اونا رو چی گفتن؟ خیر القرون گفتن. اونجا عقیده به شکل دیگه بود که فقط مسلمان ها عقیده خود از قرآن و سنت میگرفتن. بعد از قرون ثلاثه چون دایره اسلام وسیع شد و فلسفه ها آمدن، منطق آمد، فلسفه آمد، مذاهب عقدی یا عقیدتی یا اعتقادی پیدا شد. اول مسلمان ها هو سماکم المسلمین، وقتی که از یک کس پرسان میکنی تو چی هستی، میگه من مسلمان هستم. پس آن گروه ها پیدا شد، گروه های اعتقادی. این گروه ها چرا پیدا شد؟ به خاطر ازی که عقیده قرآن و سنت که در قرون اول بود، این عقیده مختلط شد با چی؟ با افکار و اندیشه های دیگر. در عقیده فلسفه داخل شد. من مخالف فلسفه نیستم که بعضی کسا که وقت گپ بزنی باز میگه والا فلانی دشمن فلسفه است. من مخالف علم منطق نیستم، اما شناخت خالق متعال از طریق فلسفه ممکن نیست. اگر با فلسفه عقلگرا و فکر مثلا حسگرا و یا مردم مسلمان می شدن، باید ارسطو و افلاطون و سقراط یا بسیار عقلیت بالا داشتن. پس چرا پیغمبر آمدن؟ به خاطر ازی که عقیده نیاز داره که چون غیبه، اینا یا عقلگرا هستن یا حسگرا هستن. فلسفه ها یا حسگراست یا عقلگراست یا علمگراست، اما غیبه نمیفهمن. عقیده، اول مشکل عقیده توحید در چی است؟ مسئله غیب است. الذين يؤمنون بالغیب. پس اساس عقیده غیب است و در غیب نه عقلگرا میفهمه، نه حسگرا میفهمه، نه ساینسدان میفهمه، نه فیزیکدان میفهمه، یکیشون نمیفهمه. خیلی مشکل غیبش چی حل میکنه؟ کتاب های آسمانی در زمین که پیغمبر که برای ما توضیح و تشریح. پس کتاب نازل شد، قرآن عظیم الشان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح کرد و توضیح کرد. پیغمبر روان شده بود معلم. پس کتاب کی درس میده؟ پیغمبر درس میده. کی بیان میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. و عقیده ما را کی جور میکنه؟ قرآن عظیم الشان، متن قرآن عظیم الشان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. من اینی عقیده را درس میده. اما وقتی که دیگه کتابا را وقتی که میخوانی، اونا هم میخوان که عقیده قرآن و سنت، لکن مشکلشان در چی هست؟ چون فلسفه از این طرف آمدن، منطق از این طرف آمدن. ما رو اول که در مدرسه رفتیم، استاد آورد کتاب پیشروی ما، والا اشاعره اوتو میگن، ماتریدیه اوتو میگن، والا معتزله اوتو میگه، والا خوارج اوتو میگفتن، والا فلانی تو میگفتن. باور بکنین که ما صنف 9 10 11 12 13 14 6 سال عقیده خواندم، لکن عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم نفهمیدم. خودم ایران کرده بودم. یا الله چطور کنم؟ میترسیم که حالا من مشرک از دنیا نرم. از معتزله را میفهمم که معتزله چی میگه، از اشاعره را میفهمم، از ماتریدیه را میفهمم، از خوارج را میفهمم، از روافض را میفهمم. کلش نظریاتش، ارسطو چی گفته، سقراط چی گفته، افلاطون چی گفته، او چی گفته، او چی گفته.
لكن یا الله یک کس بر ما نگفت که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد که ما الله را بشناس. این عقیده قرآن و سنتی هست. این عقیده قرآن و سنت. وقت مثل چی؟ مثل در افغانستان. مشکل مردم افغانستان دا چیست؟ یک روز ما رفتم در یک صنف، شاگردا گفتن استاد امین مشکل ما را، ما هیچ عقیده ما جور نشد. شعرهای پیر روشان خواندیم، شعرهای مولانا را خواندیم، شعرهای حافظ خواندیم، شعرهای سعدی را خواندیم، شعرهای احمد خواندیم، محمود خواندیم، فلسفه ها را خواندیم، لکن ما هیچ صحیح مسلمان نشدیم. راه حل چی هست؟ من خیستم برشان گفتم امی دریای کابل شما دیدیم؟ از کجاست؟ از چشمه میگیره از پغمان. از پغمان. والا در پغمان بری ات مزه میته که از پغمان چی کنی؟ یک گلاس آب بنوشی. کافر هم بری خوشش میه، یهود هم بری خوشش میه، نصرانی هم بری خوشش میه، مسلمان هم بری خوشش میه. هیچ کس ای آب رد نمیکنه. امی آسه برکت کرد آمد طرف کابل. ما مردم کابل چی کردیم؟ تشنابای خودم دوید ایلا کردیم، گندنای مردار هم در بین خاکند آزار هم در بین ازی داخل کردیم، آبای کثیف هم در داخل کردیم. آل برو در پیش پل خشتی یک گلاس آب از دریای کابل بود. دین اسلام عین گپ بود. وقتی که اسلامی که در قرآن و سنت در مدینه منوره بود، با خدایی رو برای هندو پیش کنی اعتراض کردن نمیتونه، برای نصرانی پیش کنی اعتراض کردن نمیتونه، برای یهود پیش کنی اعتراض نمیتونه. والله بسیار مردم ها می آمدن چون اصل سرمنشه اونجا بود. هر کس که می رفت در مدینه منوره، کسایی می آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 5 دقیقه میشیش و می گفت که یا رسول الله 5 دقیقه پیشتر بدترین انسان در قلبم تو بودی، در 5 دقیقه بعد آل بهترین کس که فدا که ابی و امی، مادر و پدرم فدایت باشه، که من آل هیچ کس محبوبتر در قلبم است. چرا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده قرآن